خب دوستای عزیز، میخوایم این پنل رو که زرد شده سفیدش کنیم، یه خود رنگش بهتر از این زردی بشه. این زردی دراد. این جایی که اینجوری نوشته داره با چسب میپوشونم که آسیب نبینه. من یه دونه اینا گرفتم، همون مخصوص سفیدی پنلشه یا یخچال، هر چیزی که داشته باشیم زرد شده باشه سفید میکنیم. از این میزنم با پنبه اینجوری اسپری میکنم. ببین اسپری کردم، با یه پنبه اینجوری میکشیم همه جاش قشنگ آغشته بشه. با این سلفونی که دارم کلشو میپوشونم، بعد میذارم جلوی آفتاب. فقط مواظب باشید به انگشتاتون نخوره، دستکش بپوشید، چون بخوره مثل انگشت من اینجوری میشه، پوس پوس شد. اینم سلفون پیچش کردم، گذاشتم جلو آفتاب. یه ساعت بمونه کافیه. بعد داریم بریم چجوری میشه. خب ما اینو اولوش یه ساعت اینو گذاشتیم جلو آفتاب. حالا سلفون رو باز میکنیم. سلفونش رو باز کردیم، خدایی روشن شده. حالا اینجا یه خورده سایه افتاده، ولی آفتاب که میخوره قشنگ بهش سفیدیش معلوم میشه. آفتاب زردش کرد، نه ولی خدایی سفید شده.